اگه قرار باشه یه روزی برم وضعیتم خوب باشه ایران رو دوست دارم. موسیقی کویی برای زنجان جنسشون از چیه اینا؟ قیمتاشون هم اینا چنده؟ در این ویدیو قرار درکه رو از زاویه‌ای ببینیم که شاید کمتر کسی به اون توجه کرده. امروز می‌خوایم فراتر از مسیرهای معمولی رو ببینیم. از یک جریان آب مرموز که توجهمو جلب کرد و دنبالش رفتم تا غرفه‌های رنگارنگ، آب میوه‌های تازه، صنایع دستی، چهره‌های شاد و مصاحبه با مردمی که هر کدوم داستانی برای گفتن دارن. قبل از ورود به مسیر اصلی درکه این جریان آب توجه منو جلب کرد. برخلاف جوی‌های معمولی شهری این آب ظاهرا از نقطه مشخص سرچشمه می‌گرفت. کنجکاو شدم سرچشمه آب کجاست، برای همین مسیرش رو دنبال کردم. در نهایت مسیر آب منو به این خونه رسوند. به نظر می رسید یه قنات قدیمی که بخشی از این قنات از دل این خونه بیرون میاد. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، اگه از این مدل ویدیوها خوشتون میاد همین الان کانال رو ساب کنید و لایک کنید. شاید برای شما فقط چند ثانیه زمان ببره ولی برای من یه انگیزه بزرگیه که با انرژی بیشتر ویدیوهای بعدی رو بسازم. چیه اسم اینا چیه؟ گیواس؟ لیواس. اینا همشون هم یکی هم. چیه چوب اینا؟ آره چوب داستن. باید زحمت بکشیم. لیوانی چنده؟ من سبزی خشک آویشن بابونه است و اینا سبزی تره که برای آشدوغ و بارانی پیشینه استفاده میشه. کنگر هم هست. موسیقی کویی برای زنجان موسیقی عالی. آویشن تازه برای ارومیه است.
والا که میدونم والا که خوشمزه است، برای پلوی خیلی عالی، برای زنجانه. ریوات هم که برای کوههای همینجا تهران مال شیرین. از همینجا چیز میشه. آره. بعد خاصیتشون چیه؟ اینا برای چربی خون ریوات خیلی عالیه. خب بعد والا برای ضد سرطانه. اینا هم که دم کردنه برای خشونت، اینا خیلی عالی، آرام بخشه. کنجر که برای قلب خیلی مفیده. هم خورشش رو درست. برای چیه؟ برای قلب مفیده. قلب. قاضیاغه و شنگ هم هست. شنگ که برای پاکسازی معده خیلی عالیه. قاضیاغه برای پاکسازی کبد خیلی عالیه. گلاغه هم قربانسازه هم خونسازه. بعد اینا که سبزی دم کردنی خوشه. فقط اینا از بالای چیز میاد درسته؟ آره شهرستان هم داره، ما از شهرستان هم میاریم ولی اینجا اینا برای کوهای همینجا. بقیه‌شون از جای دیگه. مثلا اینا سبزی هم برای ارومیت، موسی و والا که اونم برای زنجانه. در بین شلوغی و حال و هوای پر انرژی درکه کاملا اتفاقی چند لحظه کاظم سیاهی رو دیدم، به اتفاقی که اصلا انتظارشو نداشتم، اصلا بعداً متوجه شدم. یعنی ویدیو رو گرفتم اومدم که ادیتش کنم، متوجه شدم که توی تصویرات داخل به هوش مصنوعی هم تصویرش دادم که مطمئن شم خودش. دیگری که هممون با سریال لیسانس ها خیلی باهاش خاطره داریم. چه جنسشون از چیه اینا؟ استخونه چی؟ ایران میره خیلی زود دلش تنگ میشه برای ایران و خیلیشون مثلا پشیمون میشن از اینکه نرفتن و مفید ایرانی هم خیلی داستانی هست. بستگی داره به اون سن و سالشون دیگه. یه اون میبینی مثلا طرف 40-50 سال اینجا بوده، بالاخره یه ارقی واسه هم ارق وطنی داره، همین که مثلا خاطراتی که تو اینجا داره، روزگاری که اینجا سپریده، تا بره اونجا عادت کنه اینا زمان میبره و شما هر کاری کنی بالاخره باز برمیگردی به اون خاطرات گذشته‌ت که زندگی کردی. 30 سال 40 سال میای عبادت میکنی، بعد از 40 سال مثلا میای میگی یکی بیاد بگه این اشتباه بوده. خیلی سخته اینو بخوای، حتی اگه مثلا ببینی این اشتباه، خیلی سخته اینو قبول کنی، اما سعی میکنی پافشاری کنی تو اون قضايا. حالا یارو 40 سال 30 سال اینجا زندگی کرده، نمیتونه از اون وجودی که اینجا داشته لحظه به لحظه‌ای که لمس کرده، چه تو استرسش چه تو خوشی‌های مملکتش با رفیق و رفقاش، اینو من نظرم اینه از این دیدگاه هم.
چند لیوانی؟ اونو 60 تومن. 60. قیمت هاشون هم اینا چند؟ 25. با این شرایط مثلا ویزا بدن تو هر کشوری که دوست داشته باشید میمونید یا میگم والا هر کسی نسبت به شرایط زندگی خودشه. من میگم تا وقتی که اگه قرار باشه یه روزی برم، روزیه که امنیت جانی واسه خودم و خانوادم نباشه، اون روزا میرم. ولی در کل بخوای حساب کنی، شما هر جای دنیا بری، اونجا حقوق شهروندی تو بهت بدن، بهت احترام قائل باشن، اون حق حقوقی که شما یک بار به دنیا اومدی و قرار زندگی کنی اونو بهت بدن یا کمک کنن که به اون برسی، اونجا میشه وطنت، اونجا میشه خاکت. حالا بر حسب جغرافیا یا هر چیز دیگه ای که من تو اینجا الان به دنیا اومدم، قرار نیست تا آخرم مثلا میگم پابند اینجا، ولی خب در حال حاضر فعلا با این وضعیت و اینا حالا دیگه زیاد نمیشه ورود کرد. بچه شما هم حتما نظرتون رو در مورد این سوالایی که کردم بگید، چه هموطنایی که داخل ایرانید، چه هموطنهایی که خارج از ایرانید، چون میدونم که خیلی از شما که این ویدیو رو میبینید هموطنهایی هستید که خارج از ایرانید، تازه مهاجرت کردید یا سالهای زیادی. خیلی نظرتون برام مهمه.
ببینید من نوشتم اینجا براتون پیگیران هر روزم لاتین بزنم یا فارسی برده؟ هر چیزی عادت داره. الان فارسی برده. اینم این تهرانه چه قیمته؟ 100 تومن قابل همه 100 این نورد و صخره نورد و 150 با اون همه 100. اینها اینه رو پول همن اینه. نه هیچ کدوم اصلا جنسیت نداره. قربانی نمیشه به من بدین؟ همون یه دونه. بله. کارتون دارین؟ نه اینجا هم. بعضی وقتا خوشبختی اونقدر هم پیچیده نیست، نه به جمعیت زیادی نیاز داره، نه به امکانات خاصی. گاهی فقط یک گوشه دنج، چند لحظه آرامش و موسیقی که دوستش دارین کافیه تا از بودن در لحظه لذت ببرین. یکی از چیزایی که خیلی ذهن منو درگیر کرد تو طول مسیر همین دستفروشاییه که حالا من خیلی ویدیوهاشو گرفتم و اینا. از اون آب میوه فروش بگیر، حالا البته اون غرفه داره، یعنی مغازه داره، کارش راحت تره. ولی مثلا منظور من دستفروشایی که بساط میکنن، یعنی مثلا چه میدونم یه دونه میز میذاره یا نمیدونم یه گونی میذاره رو زمین، یه حسیری، یک بالاخره یه چیزی میذاره، موقع یه چیزی میذاره و بساطشو اونجا میذاره و میفروشه، یا حتی بعضیشون اصلا ندارن. مثل همین آقایی که آدمای مختلف گذاشته، اگه اشتباه نکنم اصلا چیزی نداشت، یعنی همینجوری آدمکا رو گذاشته بود اونجا. و داشتم به این فکر میکردم که اینا مثلا چه ساعتی از خواب بلند میشن و این مسیر طولانی رو طی میکنن و قطعا بعد به همین جوریش کوهنوردی سخت. صرفا فقط بخوای وسیله‌های عادی تو بیاری خودش یه وزنیه، همین وزن کمم تو مسیر طولانی میتونه اذیت کنه. حالا شما این وسیله‌های کار و اینا همه این چه میدونم طرف کیف میفروشه، نمیدونم این آدمک‌ها رو میفروشه، نمیدونم دستبند میفروشه، اینا مثلا قطعاً مثلا ما طرف ساعت 9 صبح اینجاست، بالاخره یه مسیری هم باید مثلا 40 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت طرف کوهنوردی میکنه این مسیر درکه رو. خب قطعا اینا مثلا قبل از 6 مثلا دیگه رأس 6 دیگه اینجا بودن، یعنی 6 اول مسیر درکه بودن، از اونجا مثلا یه ساعت خورده ای کوهنوردی کردن که به یه منطقه برسن و بساط کنن. میخواستم بگم که این چقدر میتونه توی فروششون تأثیر بذاره و درآمدشون. ببینید کسی که اینجا میاد بساط میکنه، جنس میفروشه، قطعا میتونه با قیمت بالاتری نسبت مثلا به بازار 15 خرداد با قیمت بالاتری اینو بفروشه. چرا؟ چون یک این که کسی که میاد اینجا سر حال تره، واسه تفریح اومده، حالت توریستی طوره، اومده اینجا تفریح کنه، حالش بهتره و احتمال اینکه با قیمت خیلی بالاتری بخره نسبت به بازار خیلی بیشتره. یکی این که
که حال بهتری دارن آدما اینجا، ولی مثلا اونی که رفته بازار 15 خرداد دقیقاً مثلا چه میدونم نیازهای اساسیشون رفته تامین کنه. بینشون هستن که میرن مثلا بازارگردی و اینا میکنن ولی خیلی کمترن. اکثرا میرن مثلا چه میدونم یه لباسی نیاز داره با قیمت مثلا بهتر از جای مختلف شهر خریدش رو انجام بده. یکیش اینه. دو این که در کل میخوام بگم که این با همه این سختی ها یه سری ها هستن که تلاش بیشتری میکنن، از خوابشون میزنن، یه مسیر طولانی تری رو میان کوهنوردی میکنن، پساتشون اونجا پهن میکنن و سود بیشتری میکنن، پول بیشتری میتونن در بیارن. چون هر کی از ایران میره خیلی زود دلش تنگ میشه. حالا تو ایرانی‌ها خیلی داستان مثلا مهاجرت هست، خیلی زود دلشون تنگ میشه یا حالا خیلیشون هم پشیمون میشن. شاید چون همیشه با خانواده‌شون زندگی میکنن معمولا آدما. مثلا اگه یکی مثل من باشه چند سال تنها زندگی کنه، فکر نکنم دلش تنگ بشه واسه حالا ایران یا خانواده‌اش، چون من هر جایی میتونم زندگی کنم. اگر تا اینجای ویدیو لذت بردید و دوست دارید از این دستگردش‌ها، طبیعت‌گردی‌ها، کشف گوشه‌های جالب شهر بیشتر ببینید، حتما کانال رو ساب کنید، زنگوله اعلان رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. شاید برای شما فقط چند ثانیه زمان ببره، ولی برای من یه انگیزه بزرگه که انرژی بیشتر ویدیوهای بعدی رو بسازم. فرما بنار 50.
خوبه. آقا رادین سویچ کرد رو سون. آقا رادین تبدیل به بوز کوهی میشن. خسته شدیم. ویزا داشته باشید، هر کشوری که دوست داشته باشید برید. خب ایران رو انتخاب می‌کنید یا اگه اینجا وضعیتم خوب باشه ایران رو دوست دارم، ولی اگه همینجوری که الان هستم باشه دوست دارم برم یه جایی که درآمد بهتری داشته باشم، زندگی بهتری داشته باشم. داستان جنگه و اینا یا هم قبل از جنگ هم جنگم که خیلی تاثیر گذاشته دیگه. الان من خودم بهمن ماه بود تعدیل شدم از کارم و خیلی از دوستانم و دوباره حالا باید بریم مسیر جدیدی پیدا کنیم واسه کسب کارمون.